فاطمه از 5 گونیک‌های میباشد که نظر به 4 نفر دیگر زیاد گریه میکند. این دفعه با دیدن خبرنگاران هراسید. حسن و حسین، فاطمه زهرا و بیبی عایشه 5 گونیک‌های اولین در تاجیکستان روز 3 دکبر یک ساله شدند. مادر کودکان میگوید که پرستاری سخت بود. 1 سال را با سیر کردن کودکان و پشت همین گوهر گذرانیده است. 5 تا بونو کردن کمترک وزن بود. خیلی 1 ساعت خواب میکنم. همش یک وقت بیدار میشه. یک تش گریه کنه همش گریه میکنه. من هم میتیم. بسیار گشنه میشه. در پرستاری این کودکان خویش و تبار کمک میکند. شبانه پدر و مادر یکی گوهره میجنباند، دیگری شیر کودکان را میدهد. خیلی مشکلات بودن. خدا با 1000 بار شکر گذاشتن که هم خیلی خنکی هم بود، بی‌تابی هم بود، بیماری هم بود. خودتون اوضاع دیده استادیم. کودکان خیلی خوبن اوضاع، سلامتشون نقص. طاقت کردیم همه چیزاشا. رحمان پدر 5 گونیک‌ها مهاجر بود. 1 سال پیش پاندمیا و حال 5 گونیک‌ها سبب شده است که آنها را همراه مادرش تنها گذارد. من وزیر راستی گپ مهاجر رفتن نمیتونم، برای که روزانه با شبانه بونی کردن در کار بچه‌ها با بونی کردن آدم‌ها یک من با اویلم وزیر همیشه کار کرده ایستم و سیرانو نمیرسه کار کردن. 5 گونیک‌ها همراه پدر و مادر و خواهر و برادر بزرگشان همگی 9 نفر در این خانه زندگی میکنند. خانه‌ای که مقامات ناحیه قبادیان میگویند با خرج 235,000 سومانی برای 5 گونیک‌ها بنیاد شده است. با دستگیری مقامات اجرایی حاکم عدالتی ناحیه و حکومت ولایت برای آنها در خانه 5 حجرگی دارای تمام شرایط زیست و اشیای لازمی ساخته و همچون تحفه با این گویم که نوزادان و والدین آنها در منزل زیستی آنها تقدیم کرده شد. پزشکان قبادیان پیش از تولد 5 گونیک‌ها در بطن دلنازه ممدوه آنها را مشاهده کردند، ولی به خاطر شرایط بهتر زن را در شهر دوشنبه بروش قیصری کردند. تولد 2 گونیک، 3 گونیک و حتی 4 گونیک در تاجیکستان ثبت شده است، ولی مقامات میگوید که در 30 سال اخیر بار اول در کشور 5 گونیک تولد شده است. محمود جان احمدزاده، آزادی، ولایت ختلان.